سلام و عرض ادب خدمت دوستان گرامی. با اتو تکمیلی شلوار مردانه در خدمتتون هستم. توی کامنت ها زیاد درخواست کرده بودن که اتو بذارم، اتو کاری بذارم و منم این کار رو انجام. اول درزای داخل پا رو از بغل باز میکنم، به خاطر که خوب پرس بشه. یک سنگ بزن از بالا، همیشه به پایین باید بزن، نه از پایین به بالا، از بالا به پایین. خب پرس. سنگ دوم میاد که همونجوری که کار میاد همونجوری پرس شده بزن. yes. بعد میاد درز روی پا. من هیچی شوتو ندادم که یه دفعه کامل بوتو بدم که قشنگ ایراداتون گرفته بشه. بعد درز روی پا همینجوری از بالا به پایین. کلا باید خورد کار بره پایین، کار بره به سمت دمپای شلوار. دمپای بعدی، قسمت بعد. تو کارهای سری دوزی تعداد بالا معمولا میدن خوشویی. خوشویی هم که بخوای بدی پرس کنه باید حتما درزای داخلش رو باز کنی. اگه درزاش رو باز نکنی خوشویی خوب نمیتونه در بیاره. باید درزاش باز کنی بعد بدی به خوشویی که برات کارش انجام بده. و اینم همینطور از سمت بالا به پایین یکی میذاریم سنگ دوم پشت سر اتو میاد. یه مقداری از این قسمت کشیده میشه. میبینیم وقتی بکشی کار صاف در میاد. حالا شما اگه تو خونه خواستین اتو بزنید بیشتر رو میز اتو، روی اوپن خونه یه پتو از این پتو نازکای قدیمی پهن کنین، بعد روی همون اتو بزنید بهتر در میاد. روی زمین و روی بالشت و اینا خوب در نمیاد، به خصوص روی بالشت، چون حالت سفت نیستش که مثلا بخواد قشنگ بخوابه یه جاش بالا یه جاش پایین، خوب در نمیاد. روی اوپن یا روی میزی، خلاصه هر میزی که بود، یه پتوی قدیمی یا اگه نبود موکت، یه تیکه موکت، یه پارچه روش که کثیفی نچسبه بهش بذارین روش و اون قسمت خشتک شلوار تا قسمت جلو. این جلو حالا نزدین عیب نداره، اینا الان اینجوری زده میشه، اینا خورد میفته. خب بعد خورداش آخر کار گرفته میشه که قشنگ ترتمیز مرتب کنه. خب قسمت کمرش اینا به خاطر که خوب صاف و قشنگ در بیاد هم از پشت هم از رو اتو میزنی. اول از پشت اتو میزنی صافش میکنی یک بار، تا این قسمتی که الان اتو میزنیم کف اتوی من فیلتره، لایه داره، برق نمیندازه. ولی شما اگه خواستین با این اتوهای معمولی اتو بزنیم باید زیرش پارچه بذاریم، روش پارچه بزنیم. حالا این قسمت های پشت پارچه نیاز نداره، قسمت بالای کار باید پارچه بذاریم روی کار. اینا حالا پارچه نیاز نداره، مثلا همینجوری با هر اتوی هم زده بشه عیب نداره، چون داخل کار برق هم اگه بیفته داخل کار مشکل نیست. ولی بیرون کار رو حتما باید یا اتوتون فیلتر باشه که کفی داشته باشه، محافظ داشته باشه، یا هم که باید براش چیز بذاریم،
پارچه بذاریم. حالا قسمت جیب پشتش. قسمت های لبجیبا هم باید بذاریم تو بالشتک اینجوری میتونه بزنیم. یک مقداری باید بکشیم که خوب جا بود. این قسمت ها رو اگر اتوتون معمولیه باید اینجوری یه پارچه اتو روش بذاریم، اینجوری اتو بزنیم، ببینید که برق روی کار نیفته و جیب بعدی. گفتم من اتوم سیلیتره نیاز نداره چون کفی داره، کفیش برق نمیفته، میشه زد. ولی اگه با اتوهای خونه خاصی بزنیم حتما پارچه بذاریم روی کار. یه پارچه کتان یا متقال بذاریم خوبه، برق نمیفته. قسمت های کمر رو که زده بودیم حالا از قسمت رو دوباره یه پلاس دیگه میزنیم. جلوها چون زخیمه با پارچه اتو بزنیم که مشکل براش پیش نیاد. تا این قسمت ها اینجاها رو بزنیم. استاد جعفر فردا شد، پس فردا شد واسه و قسمت فوقی که اول گفتم رو اینجوری اتو میزنیم که جلوی کار خوشگله در بیاد. اینو که زدیم پارچه رو
اینجوری پهنش میکنه روی میز. همه درزا اینا که اتو خورده. بعد درز روی درز، این درز بغلا باید روی هم باشه، پایین تا بالا. قسمت آسترم باید قشنگ بیاد جلو. اینم از بالا به پایین باید تو بخوره. خط جلو هم تا قسمت فوق باید بخوره، تا اینجا. این رد بخاره که روش میمونه اینجوری باید بگیرمش. بعد میره قسمت پشت. قسمت پشتم اینجوری باید بزنی. این از قسمت یه پاش، این پای دوم همینجوری باز درز روی درز روی قشنگ پهن اضافه جلو درست قشنگ پهنش میکنه و شروع میکنه بذاره. از قسمت لبه جیب یا فاق با دو تا اتو سر یا دو تا سنگ کار میکنی که قشنگ پدر بشه. اول اینو میذاری، دوم میای پایین. به همین سادگی و راحتی چند بار که انجام بدید و این کار پشت سر هم انجام بدید و مداوم کار کنید، قلقش میاد دستتون و واقعا کلا مشکل لباس دوزی، مشکل دوخت لباس رو کلا اتو دیگه جمع میاد. هر ایرادی لباس داشته باشه با اتو میتونی برطرفش کنی. با اتو برطرف میشه. خیلی از کارهایی که مثلا توی دوخت بد شده میشه با اتو درستش کنی. پس باید همیشه یه اتوکار حرفه‌ای باشی تو کارت. هم از قسمت این برش به همین سادگی و مرتبی. مرتب و تمیز.